دوست عزیز، تسبیح نخر اگر هنوز نمیدونی صندلوس چیه، اگر هنوز نمیدونی کهربا چیه، کهربای پودری، کهربای طبیعی، کهربای مصنوعی. اگر این متریال ها رو نمیشناسی یک تحقیق بکن، با اون بنده خدای فروشنده کلکل نکن، بس نکن که آقا صندلوس، شما گفتید صندلوس این پلاستیکه، صندلوس میگه یک نوع سنگه، یک نوع شیشه است. آقا صندلوس سنگ و شیشه نیست، نوعی پلاستیک، ماده رزینه اما محکم و سفت نسبت به پلاستیک ها و رزین های دیگه و زیباتر، چربه، خلاصه خواص دیگری داره. لذا ما لفافه‌ای داریم از تسبیح، مقداری تسبیح داخلش هست، بریم باز کنیم ببینیم داخلش چیا هست و چیا نیست.